چقدر این جمله عاطفی است. چند بار اگه تکرار بکنید بی اختیار گریه میکنید. اللهم انت ربی، پروردگارا تو رب منیت. اللهم انت ربی، پروردگارا تو رب منیت. معنیش اینه که من غیر از تو هیچ خدایی ندارم، اما تو غیر از من بندگان دیگر دارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای دیگه میفرمایند در اذکار صبح و شام، هر روز صبح که نماز صبح میخونید سنت است که 3 بار بگی رضیت بالله ربا، راضی و خوشنود شدم و دلم شاد خوشحاله که تو رب من باشید. من غیر از تو نمیپسندم، من غیر از تو نمیپذیرم، من غیر از تو دوست ندارم. بله دوست دارم کسانی که تو دوستشون دارید، دوست دارم عملی که تو دوست دارید، همش خلاصه میشه در دوستی تو. چقدر زیباست. به ربی غیر از تو راضی نمیشم، دلم آرام نمیگیره، احساس ناامنی میکنم. این نام توست که من آرام میکنه. الا به ذکر الله تطمئن. هر وقت معصیت تو کردیم، از تو فاصله گرفتیم، دلمون در اختیار کسی دیگه گذاشتیم، غیر از تو احساس ناامنی کردیم، دچار افسردگی شدیم، پریشان شدیم، مضطرب الحال شدیم. الله، یه بار دیگه بگه الله، از جان و دلت بگو، بگو الله. این پسرمون امروز خیلی منو تکون داد. بلد میشی؟ یستم این دعا بکنید یک عالم فرزانه بزرگ باشه، یکی از رهبران جهان اسلام و جامعه انسانی و بشری باشه. این بعد از سلام آمد سر صورت منو بوسید، اصرار میکرد که دستم ببوسه. هر کاری کردم میگفت بذار دستت ببوسه. اینا کوچکان بزرگن، خانواده خوب تربیتشون کرده. من نمیدونم اسمش کیه، از کجاست، برای من مهم نیست. بچه های کوچکتون بیارید تو مجالس خوب، مجالس بزرگان، جاهای خوب. بشین پسرم، بشین. رضیت بالله ربا، با دلت بگو، شاد باشه، دلت شاد باشه که خدا توشه. شکر خدا بکنید که الله مال همه است بدون استثنا. اگر الله مال یک قشر خاصی بود چه کار میکردی؟ دنباله سید الاستغفار، لا اله الا انت، هیچ معبودی به حق نیست به جز توی پروردگار. اعتراف دوم، چقدر خدا این اعتراف رو دوست داره. بعد میگه خلقتنی. این ترتیب این کلمات نگاه کن چقدر زیباست. بعد که میگه اللهم انت ربی، تو رب منی، بعد میگه لا اله الا انت، بعد میگه خلقتنی. سبحان الله، تو مرا از عدم به وجود آوردید. خلق ایجاد بعد از عدمه. تو اجازه دادید من ایجاد بشم، تو اجازه دادید بعد از این که منو از عدم به وجود آوردید
دلم محلی باشه برای دوست داشتن تو در اونجا بگیرید. تو به من اجازه دادید که رو به تو بیستم، تو به من اجازه نماز خوندن دادید، تعظیم در مقابل خودت دادید، تو اجازه شکرت دادید، تو به من اجازه پرستشت دادید. باور میکنی که هر مسلمانی اجازه پرستش نداره؟ حتی مسلمانه ولی اجازه بندگی نداره. خیلی از مسلمان ها شراب میخورن، ظلم میکنن، حرفای کفر میزنن، نماز نمیخونن. اون داستان اون غلام به شما گفتم که از کنار مسجدی با مالکش میگذشت. اون غلام سیاه پوست اجازه خواست که اجازه بفرما سرورم، من لحظاتی برم در مسجد خانه خدا. گفت برو ولی دیر نکن. اون مالکش بیرون در ایستاد. این غلام دیگه وقتی وارد مسجد شد فکر کرد که تو بهشته. وقتی که وارد راز و نیاز و با رب العالمین شد از خود بی خود شد. اون اربابش از بیرون صداش زد ای غلام زود باش بیا، خیلی دیر کردی، چرا نمیایید؟ این غلام از داخل مسجد صدا زد ارباب نمیگذارن من بیام، اجازه نمیدن من بیام. گفت مالک تو منم، کی اجازه نمیده؟ گفت همون کسی که به تو اجازه نمیده پا تو خونش بذارید. به من اجازه نمیده که بیام بیرون. اون مالک دل منه. احد بلال یادتونه؟ احد احد. شکر خدا بکنید خدا به شما اجازه بندگی داده. خلقتنی و انا عبدک، و من بنده تو هم، و من بر عهد و پیمان تو به اندازه استطاعتم پایبندم. به نعمتهای تو اعتراف میکنم، دنبالشه. هر نعمتی در من و خانواده هست از جانب توست، و ما بکن من نعمت فمن الله. و به تقصیرات و خطاهام هم اعتراف میکنم. اعتراف دوم فاغفر لی اعوذ بک من شر ما صنعت. به تو پناه میبرم از شر اعمال زشت و پلشتی که انجام دادم. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی اغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. پس بیامرز چون آمرزنده‌ای جز تو نیست. راضی شدم که تو رب من باشید و اسلام دین من باشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم نبی و رسول من باشه. این اعترافات خیلی عالیه، آدم آروم میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خداوند دو چیز به ما داده. یکی عقل داده که فکر کنیم، مثبت فکر کنیم، زیبا فکر کنیم، مفید فکر کنیم، و از خدا بخواهیم که استعداد و هوش ما را افزایش بده. این دعا خیلی دعای خوبیه. در حق هم دعا بکنیم که خدایا استعداد و هوش ما را شکوفا بساز، افزایش بده تا چیزها اونطوری که هست ببینیم و بفهمیم. این خیلی دعای خوبه. در حق فرزندانمون دعا بکنیم، دست به سرشون بکشیم، خدای استعداد و هوش بچه های ما را شکوفا بگردان، افزایش بده تا حقایق اونطوری که هست ببینن، عظمت و بزرگی تو اونطوری که هست پی ببرن، درک صحیح از کلام رب العالمین داشته باشن، از دین داشته باشن، عبادتشون تقلیدی و کورکارانه نباشه، عبادتشون بر مبنای علم و معرفت و دانش و شناخت و آگاهی باشه.